خود تو بهم سلیقه خود خب بهم 1 کیلو گوشت گوسفند بده. از کجا گوسفند به ما گوشت؟ مغز زرونه به شما میدم. بس از این کجا؟ از مغز زرونه. کله شما دیگه واقعا فرق میکنه. امروز جای خوشبختی بزینه که ما و شما در ولایت هرات دوباب مسلخ معیاری در سطح نرمای جهانی ساخته شده و چند کرایه میدی؟ کرایه دیگه مال خدای برو دستمون شما امانت. همراهان عزیز سلام و وقت شما بخیر. همراه تیمیم امروز تصمیم گرفتم به سلاخیای ولایت هرات مراجعه کنم و ببینم که در اینجا چی گپ‌های و همچنان نرخ و نوا را پرسان کنیم. ببینیم که اینجا مردم بسیار زیاد بیروبار میاین برای از که بالاخره با گفته یکی از همکاران ما لوازم داخلی همو گوسفندار از اینجا بخرن. با ما باشین بریم ببینیم بازار که چی گپ است. و ماشاءالله اینجا خوب صحیح پاک و تمیز هم هست. ببینیم که چقدر. سلام وقت بخیر. یاره یاره هستین؟ بخیر. چطور میخندی؟ اول امروز خیلی سودا کردین. شکر. چند کیلو جگر امروز سودا کردین؟ همین دیگه 6 7 کیلو سودا کردم. 6 7 کیلو؟ بله. چه قسمه نرخ و نوا امسال نسبت به پارسال فرق میکنه؟ بیشتر ان شاء الله. پارسال ارزان تر بود امسال؟ آره. پارسال ارزان تر بود حال. پارسال ارزان تر بود امسال. امسال قیمت تر شده؟ یک پوچکی مثلا امیره به چند میده؟ میدم برای کیلویی به 270. برای من؟ برای شما میدیم. بر اساس کیلو میفروشین؟ بله بر اساس کیلو. تو مثلا خورتگاه که هست دونگیه. دونگی هم میفروشین؟ باز دونه چند؟ اونا دونه 200 است، 200 است. قیمت چی رقم مخالفه؟ هر کدوم قیمت داره. چی درشتر شه قیمت هم درشتر. چی رقم مردم علاقه‌مندی برای کازینو داره یا نه؟ زیاد فراون پاچه خیلی مفیده، هوا خنک شده، فایده خیلی داره به تمام سیستم بدن اون خیلی زیاد مفیده. خیلی فایده داره. صبح ساعت چند بجه میان اینجا؟ ان شاء الله ورحمان از هفته نیم هستیم تا هفته نیم 8 شب هستیم. شما اینا را از کجا میارین؟ ما از مسلخ میاریم. مسلخ میارین؟ از می پوچکا روزی چند تا میارین؟ برخورده نداره که بعضی روزا 5 تا، بعضی روزا 10 تا، بعضی روزا 20 تا برخورده نداره دیگه. هر روز هر چی شد میارن دیگه. موفق باشید. زنده باشید. تشکر. بخیر باشید. همچنان ادامه داره و نرخ و نوا را باش ببینیم این چیزیه. سلام. خوبی؟ صحت خوبه؟ عاشق چیزیه؟ این سپرد گوساله. سپرد چی؟ گوساله. اینا کیلویی میفروشی؟ بله. کیلو چندی؟ کیلو 180. میخرن؟ بله. و ما کیلو چندی؟ برشان کیلو 150. با ویلا سیری به میارسم بس. بله. این چیه اورو؟ نه پوپ گوسفند. پوپ گوسفند؟ مردم زیاد میخره. بله. چند کیلو سودا کردی؟ مچو ما رفتم متا بیان دیگه خبر ندارم قام بفروختم یا نه. شو هنوز نفروخت؟ نه کام بفروختم ما دیگه کنار دیدم خوب دیدم که می پوچکان پاکه کلان پاکه و اینجا توجه ما جلب کرد که کلای ناپاکی هم داریم. چه سیستمیه؟ مردم میخره؟ کلو ناپاک زیادتر مردم بیشتر میخرن پاک کرده بفهمیدین؟ چرا؟ دلیلی؟ دلیلی از اینه که اینا میفهمم که اینا فرض کو تازه یا چیزه بفهمیدین بی‌ترتره. قیمت از اینم تفاوتی هست مثلا پاک کرده با پاک کردن از این فرض کنیم 20 په پاک کردن از یا 30 په پاک کردن فی میخوره بفهمیدین؟ زیادتر مردم که زنکانو پاک پکیزه هم بروف بروف دارن بفهمیدین؟ کله پاک کرده میبرن بفهمیدین؟ بعض اینو کله ناپاک میبرن. با اساس کیلو میفروشین یا نه؟ دانگی؟ دانگیه بله. یک دانه چند قیمت؟ قیمت از اینو 300 است، 280 است، 200 است. خود و کانون داره بله. شما اینا از کجا میکنید؟ ما دیگه اینو برای از اون کشتارگاه تازه میاریم. از هر کله چند فایده می‌کنه؟ از هر کله لالا واقعیت بگم 30 روپیه 5 روپیه کله و جیگره بفهمین خوری ریزگی اینو. روز چند تا کله میفروشید؟ یاره برای روز 10 تا 15 تا. سر دیگه با کله سر کار داره. آه دیگه سال با 12 با کله سر کار داره. کنار از کله دیگه چی میفروشین؟ در کنار از برای پوچاگ است، میده گوشت است، گوشت کله هست، پوپ هست، جیگر است. گوشت کله باز کیلویی میفروشین؟ کیلو چندی؟ کیلو 170 180 برخورد نداره.
هزاران نفر شما رو میبینه، کدام گفتنی نداری؟ فقط همین گفتنی برای مسلمان ها داریم که آدم فقیر و بیچاره غریب بیام اینجا مرا ترال بکنم، این سلاخ ها اینا بچه ها گفتنی و مردم داریم که فقط هم جنس خوب تازه بخرم، خیر باشه. فقط 10-20 هم نشم. بخیر باشه. وقت خوش. همراه باشین، مارکتی بعدی هم هست و قراره بریم اون مارکت. هرچند قبل از اینکه برم به اون مارکت یک کله کلان دیدم، میخوام رو به تصویر بکشم ببینم اون چند قیمتی. سلام، وقت بخیر. چی دارین؟ بخیرین؟ شما هستین؟ کله شما دیگه واقعا فرق میکنه. آره هستم بخیر. خوش که ما به این رقم بیام که ما بتونم درست به تصویر بیام. کلا من بیشتر کله‌های گوسفند دیدم. بله. قیمتاش هم مشخص شد. بله. این کله گوه دیگه نه؟ کله گوساله. بله. کله گوساله؟ بله. ماشاءالله چه کله خدا. تنه قاه گوساله. این چی رقمی؟ کیلویی میفروشین یا نه هم تو؟ دونگی نه کیلویه، کشیده میشه درست هم حتی کشیده میشه باز شکسته میشه بازم کیلویی فروخته میشه. یعنی تو یک مشتری داره که مثلا بیای بگویم یک کلر بده به من میور؟ بعض وقتا میایم. وقتی شده؟ بعض وقتا بله. ایت هر روزه نیه. بعض وقتا که مثلا می کلر بخوریم تو یک جیب یک نفر بفروشی چند قیمتیه؟ ایت کله خورد و کلون داره. از یان همین حدوداً 1800 میشه. 1800. بله. بعضو کله هست تا 3000 4000 2000 500. یک دونه کله 4000 روپیه هم قیمت داره. یک دونه باز یعنی حدوداً 2800 قیمت. این در واقع کله بوده دیگه. بله این هم کله بود اما از این کلونتر بود و از گوش بیشتر داره. کیلو چند میده؟ کیلویی 180. کیلو 180. بله بازی تا زندگیش و کیلویی 150 140 تا است. شما دیگه تنها کله گوساله میارید؟ بله. مشتری خاصی هم شاید داشته باشه. بله همه کسایی هست که جنس مرغ برده میآید، همه جنس خوبه. شما از کجا میارین کله؟ ما هم از زمین میخریم، از زمینجی جنس خوبه باز به منجی پر میفروشیم. ما میدیم امروز از صبح تا چند تا کله فروختین؟ یک دو تا بفروختیم. دو تا بفروختین؟ روزی هستین از کاروبار؟ روزی شکر رزیم بر رضای الله جان. پارسال بهتر بود کاروبار یا امسال؟ هم پارسال هم روزی خوره که به ما اندازه خو میخوره که ماه باشه با این فرقی نمیکنه. روزی را الله حواله میکنه. همون طریق هم شکر دستم هم کار خو هستم بگرد من پیش کاسه چیزی نیم به زیوار روزی همینجا که شکر پته می. چی شده که اینمیم کار انتخاب کردی؟ این کار ما برو رازال نیم هم به ما حتی پیار ما هم به تامی کس بودم میرسی با شما انتقاد یافت؟ رازال نیم که بگه ما نوی آمده بین نوی نیم. یعنی خانه که حالا به اختیار شما قرار داره کرایه میدین؟ بله. چندی؟ بوجه 20000 کرایه. 20000 بله. بله. هزاران نفر شما رو میبینه. کدام گفتنی دارین؟ تیار خوشحال باشن، سلامت، سلام به هم میگی میرسونیم. خدا یار شما. با ما همراه باشین، میریم به مارکت بعدی ببینیم که در اون مارکت بعدی چه خبره. بریم ببینیم نرخ‌ونمای گوشت فعلا در بازار کنونی هرات چیه و چند قیمتیه و همچنان پرسان کنیم که اینا باز یک کمک دکان مجهزتری دارن نسبت به دیگر. سلام، وقت شما بخیر. و علیکم سلام. بخیری؟ اسم شریف؟ اسم ما عبدالغفور. خیلی خوب. شما اینجا چیکار میکنید؟ اینجا گوشت میفروشیم. فقط گوشت میفروشید؟ بله گوشت میفروشیم. گوشت چی میفروشید؟ گوشت گوسفند میفروشیم، گوشت گوساله میفروشیم. یعنی شما مثلا کله و پوچه اینا نمیفروشید؟ تقریبا نه، ما فقط گوشت میفروشیم، گوشت بره و بزغاله و تکشاد اینا گوشت میفروشیم. گوسفندا رو از کجا میگیرید؟ گوسفند معمولا از کشتارگاه، فعلا هم گوسفندا که هست از کشتارگاه میه برش. مثلا هوا کمی سرد هم شده نسبت به پارسال. نرخ‌ونمای گوسفندا و گوشت ارزان‌تر شده یا قیمت‌تر شده؟ به امی فصل فیلی امروز که هست فازمی ما گپ میزنیم گوسفند خوبه، تقریبا ارزونه ولی خیلی گرون نیه. منتها باز هم هرچی نباشه گرونه دیگه، به سر قصب کارا ملی دولتی هست، خلاصه خوبه. 1 کیلو گوشت گوسفند خالص بله چند قیمت؟ تقریبا به همین قصبی ما که هست فعلا گوشت خالص تکشاد و برر به 400 ما میشه. 400 ولی ما کمکی مشتری ما به حساب اونده کار ما، یعنی ما زیادتر میفروشیم فایده ما کمتره. منظور از گوشت خالص یعنی استخوان نداشته باشه؟ چه کنین گوشت گوسفند بدون استخوان نمیشه، گوشت گوساله میشه بدون استخوان، گوسفند نمیشه. گوشت گوساله بدون استخوان به چند میدین؟ ما فعلا به 470 فهمیدین؟ با استخوان به چند؟ 300 میدیم. ولی گوساله
امروز از صبح تا حالا چند کیلو گوشت گوسفند فروخته؟ حدودی نمیشه که بگم، تقریبا شاید 15 16 گوسفند ما بفروخته باشه. شاید 16 گوسفند. بله. که هر گوسفند شاید 10 12 کیلو. 10 12 کیلو. و گوساله هم فروختید؟ بله، نصف گوساله. بله. خب دکان کرایه میدید؟ بله. چنده؟ تقریبا 20000 کرایه میدید. قربان سر شما. خداحافظ شما. همراه باشین بیننده. سلام ماشاءالله چه یک کاکه جوانی. ببینید دوستا، ببینید خیلی خوش آمدین. پیار هستین؟ سلامت باشید. اخلاق خوب از کجا آوردی تو؟ دیگه پیر مادرمو اخلاق خوب تربیت دادم. گفتن خودت کسی خوبی کنی خوبی میبینی، بدی کنی بدی میبینی. خیلی خوب. چند وقت میشه اینجا قصه 10 سال میشه. 10 سال میشه. بله. من که میومدم مصروفم چوغو بود. دیگه ما تست کنم بیشتر رزق کنه. جان ببینید دیگه بیننده‌های عزیز، هر کس به مسئله خودگم تو کاملا ماهر. ماشاءالله. این ساتو لی کرده. گپ بزن رفیق، امروز از این صبح تا حال چند تا گوسفند کشتی؟ از صبح دیگه 7 تای بو کشتیم، 200 تای بو فروختیم دیگه راه هسته. تو نمیسوزی گوسفند نمیگیری میکشی؟ دیگه ای برای کشتن ساخته شده. واقعا؟ بله. چه تا عادی شده برای؟ عادی شده. چند کیلو فروختی؟ شاید 50 60 کیلو بفروخته باشیم. 50 60 کیلو چنده گوشت داری؟ گوشت بره نر به 360 370 میش به 330 320 همین اخلاق گوساله 300 320 کیلو گوشتی خوبی لوکسی. فکر کن که من مشتری نیام، رفیقی سرسختی دونم دیگه. میام میگم رفیقی میشم میمون دارم و خود من حواس گوشت گوسفند کردم. خود تو بهم سلیقه خود خوبم 1 کیلو گوشت گوسفند بده. از کجا گوسفند به من گوشت میدی؟ مغز رونه به شما میدم. پس از این کجا؟ از مغز رونه. بیننده عزیز، اینا هم خلاصه معلوماتیه که از قصاب به این حالت ما بالاخره اصل گپ پرسان میکنم. هر وقت به قصابی میرین گوشت گوسفند از این مغز رونه باید بگیرین. از این مغز رون. اگر مثلا یک کمی رفیق تو باشم بگم 1 کیلو گوشت بده. ازم سرسینی باشم. سرسینه گردانیه. گردانیه. خیلی. کیلو چندی از اون مغز رون؟ به شما به 3.5 برای مردم؟ با مردم 370. یعنی واقعا 370. واقعا 370. خیلی. از مغز رونه دیگه. با سرسینه و گردن و ایت چیزا میدن به 330 320. ها. نسبت به پارسال ارزان‌تر شده. بله. و 3 سال خشکیه. ای باری بار گوسفندو نمیره. ارزان‌تره. چی پیام داری بیننده؟ دیگه برای بینندگان عزیز می پیام دارم که امیدوارم همیشه با هر جا هستم خوب و خوش باشم، تندرست. دیگه گفتنی ندارم. پیار و خوشحال باشین. بگی از می گوشت تو یک توتا با ما بکو سکن. توتا کنم شما. یعنی میر که ما ببینم که می چاقو زدن تو چرا؟ همین چاقو زدن مر ببینید. ها نه. باور کنین اگر ما سمرتکه می تو بتونم. سلام دنبه. سجونه. ها. خیلی دنبه. باز به هر کیلو گوشتی از این دوم سیکنه. کاستان سرسینیو. یالا ماشاءالله. چقدر ماهر. گفتین 10 سال میشه کار میکنه نه؟ خیلی خوب. اینا دیگه آماده برای فروش. گوشتی که میمونه اینا رو به کجا میبرین؟ به یخچال میگذاریم. یعنی گوشتایی که میمونه اینا شما به یخچال میبرین، درسته؟ اگر پیام میگفتم به بیننده‌های عزیز داشته باشید. دیگه پیام دارم که امیدوارم تیار خوشحال باشم. بخیر باشین. تشکر. سلامت باشین. بخیر باشین. تشکر. همین اکنون در دفتر مرکزی اتحادیه سلاخان ولایت هرات قرار داریم و جناب رئیس کنار ما نشسته و سوالاتی را مطرح میکنیم. تشکر میکنیم که امروز آمدیم، شما از ما خبر گرفتیم و راجع به کسب و کار ان شاء الله اگر سوالی داشته باشیم، امری داشته باشیم، ما در خدمتیم. بخیر باشین. تشکر جناب رئیس. ما وقتی آمدیم متوجه شدیم که یک بازار پر جمع و جوشیه و گوشت فروخته میشه اینجا. اول آمدیم ببینیم نرخ و نوا چه قسمه، چقدر مردم اینجا فعالیت میکنه، مردم از کدام نقاط میای در اینجا گوشت میخرن و در کل در ارتباط به اتحادیه شما یک سوالات رو مطرح کنیم. اتحادیه شما چه وقت تأسیس شد، بنیانگذاری شد؟ اگر کمی معلومات بدید.
تشکر، زنده باشین. به جواب سوال شما خدمت شما عرض کنم که صنف سلاخان ولایت هرات زیر نظر اتاق پیشاوران ولایت هرات کار و فعالیت میکنه. دیگه تاسیس از این برمیگرده به 15 سال یا بیشتر به نام صنف سلاخا. در وقت همزمان هم صنف قصابان و سلاخا یک جا فعالیت میکرد، ولی به لزوم دید مردم خواستم که صنف سلاخا را از صنف قصابا جدا کنم. مدت 1 سال بالا میشه که صنف سلاخان ولایت هرات مستقلانه کار و فعالیت میکنه. البته طوری که پیشتر گفتم زیر نظر اتاق پیشاوران و ریاست محترم شهرولی ولایت هرات، همچنین محیط زیست ولایت هرات و سطح عامه ولایت هرات. خیلی ممنون. شما در کل در اینجا با پرسنلی که دارین در بخش سلاخی ها که هسته، همون فعالیت اساسی که شما اینجا میکنیم چیه؟ تشکر. طوری که همون سلاخ از نام از او پیدای مسئولیت ذبح کردن، پروسس، پست و اینا در مسلخ. البته در مسلخ امروز جای خوشبختی بزینه که ما و شما در ولایت هرات دو مسلخ معیاری در سطح نرمای جهانی ساخته شده و سلاخان مواشی در وقتی که توسط قصابا به زونجی آماده میشه، باز انوی کار و فعالیت سلاخا همون ذبح کردن و پروسس و آماده کردن از او از طریق همون لحشه گوشت که باز او برمیگرده به صنف قصابان ولایت هرات و صنف سلاخان ولایت هرات. عرضه کننده کله پارچه، جیگر، پارچک و اینا به دوش داره که از طریق نمی کار و کسب خوب و خدمت مردم ولایت هرات است. ممنون. در کل چند تا دکان در این بخش اینجا فعالیت میکنه؟ طوری که شما به جریانیم در ولایت هرات در 5 منطقه اتحادیه یا صنف سلاخان ولایت هرات کار و فعالیت میکنه که مرکز اصلی و دروازه قنداره که تمام مردم ولایت هرات حتی خارج از ولایت هرات به نام مارکت سلاخی در دروازه قندار اشنایی دارن و حتما از این دیدن کرده باشم یا چیز مورد ضرورتی که همان کله پارچه یا جیگری چیزی خواسته باشم از این تهیه میشه. در منطقه شرکت پشم هم هست، در منطقه پل رگینه و جکان و یک هم منطقه اسپیرادی. صنف سلاخا در این 5 موقعیت به خدمت مردم هستند. ممنون. در کل امسال گوشت گوسفند و در کل همه خود گوسفند که هسته نسبت به پارسال ارزان‌تر شده یا نه؟ تشکر. من پیشترم جواب سوال شما گفتم مسئولیت صنف سلاخا ما به دوش دارم. در اون قسمت برادر دیگه ما هسته که مسئولیت صنف قصابا هسته. میشه سوال شما رو جواب بدم، ولی در کل نسبت به سالهای گذشته الحمدلله امسال قیمت گوشت و مثلا کله و پارچه و اینا ارزان تره. ممنون. پیامی اگر ببینید داشته باشیم. تشکر. من کوچکتر از اینم که پیامی برای مردم شریف ولایت هرات داشته باشم و میخوایم از الله جل جلاله که همیشه موفق، پیروز، وعدت خور همیشه ان شاء الله حفظ کنم که تا باشه همون افغانستان سربلند آزاد و مستقل داشته باشیم. ممنون. باشیم. برنامه ما ادامه داره و ممنون از جناب رئیس صاحب که به سوالات ما پاسخ دادن. بازم یک دکان کاملا عالی، یک دکوریشن مقبولی هم داره. سلام علیکم. لالا خوب هستی؟ الحمدلله. اسم شری؟ محمد عیسی. چند وقت میشه اینجا سلاخی داری؟ حدوداً 7 سال. 7 سال میشه؟ چی میفروشین در کل اینجا؟ از ما دیگه خود گوشت گوسفند برو، جیگر گوساله، جیگر گوسفند، کله گوساله، گوشت کله، سپرس. از وجود گوسفند بغیر گوشت دیگه هر چیزی است. بجز از گوشتی. تو روزی شده مثلا چون شما در روی سرک هم هستین مردم تیر شوه به خاطر از اینکه تبلیغ کنین، صدا کنین. دیگه خوب وظیفه مونه دیگه این تاپ یاد داره صدا میکنین. چی صدا میکنین؟ نمو صدا یک دفعه میگم کله ما جیگر ما خوش اومدین. خوش اومدین. امروز چی رقم از صبح تا حالا چند صدا کردی؟ دیگه شکر خدا هر چی خواست الله باشه دیگه. همه میشه. تقریبا چند کیلو صدا؟ تقریبا دیگه امروز دو دونه گوساله داشتیم اینجا 170 تا 165 دونه گوسفند کله باریم. هم صدا نظر ما کشتار دارین جانو. ماشاءالله. پر روزی الحمدلله. چند کرایه میدی؟ کرایه دیگه مال خدای برو دستمون شما امانت. جانو. شما که جگر کیلو چند میدی؟ 3.5 ما قرارداد داریم به کبابپزی برو. کبابپزی میفروشین؟ خیلی خوب. یک کله گوسفند کلون رو به چند میفروشین؟ کله دیگه ازم 200 شروع میشه دیگه تو خونو 3.5 400. 400 پیامی اگر داشته باشید. خیلی ببینید تشکر از هموطنان عزیز که ما رو بیننده هستن، ما رو میبینم. یک پیام تشکری از شما هم داریم که از ما هم اینجا سر میزنیم. بخیر باشه. دعا بکنید.
همراهان و بیننده های عزیز، در قسمت پایانی برنامه رسیدیم و این بود بازار سلاخی هرات که به تصویر کشیدیم. ما هم فکر کنم بار دوم ما بود اینجا آمدم، خیلی لذت بردم. مردمان عالی، مردم بسیار زیاد بودن اینجا و بالاخره خرید و فروش زیاد بود، ارزان بود و کلگی خوش بودن. تا برنامه بعدی و سوژه بعدی بدرود.